Hi everyone, how are you doing? سلام دوستان، امروز اومدم با یه چالش جذاب دیگه. توی این ویدیو تصویر 30 تا فعل انگلیسی بهتون نشون داده میشه و شما 5 ثانیه فرصت دارید که حدس بزنید. اگه بتونید همه رو درست به انگلیسی بگید، سطح زبانتون از متوسط عبور کرده و آماده ورود به سطح پیشرفته هستید. خب اگه آماده اید بریم شروع کنیم. یادتون نره آخر ویدیو حتما تو کامنت ها بنویسید که چند تا رو بلد بودید. تصویر اول. argue argue فعل argue به معنی بحث کردن یا مشاجره کردن هست. میتونه به معنی دعوا کردن هم باشه. argue. تصویر دوم. repair repair یعنی تعمیر کردن یا درست کردن. فعل فیکس هم میتونه سینونیم repair باشه به معنی تعمیر کردن. repair. تصویر سوم. deliver deliver یعنی تحویل دادن، مثلا تحویل دادن یک بسته پستی. deliver. celebrate celebrate یعنی جشن گرفتن. celebrate. exercise exercise یعنی تمرین کردن یا ورزش کردن. exercise. interview interview مصاحبه گرفتن یا مصاحبه کردن. interview. arrange arrange مرتب کردن یا چیدن هم میتونه باشه، مثلا چیدن یک برنامه. arrange. fold fold یعنی تا کردن، تا زدن چیزی. fold. kick kick یعنی ضربه زدن با پا. در مورد فوتبال به معنی گل زدن هست یا لگد زدن هم میتونه باشه. kick. pick pick یعنی چیدن، مثلا چیدن میوه یا میتونه به معنی انتخاب کردن هم باشه. pick. pour pour یعنی ریختن، مثلا ریختن مایعات یا میتونه به معنی باریدن باران هم باشه. pour. paint paint رنگ کردن یا نقاشی کردن. paint. stretch stretch یعنی کش دادن یا کش اومدن عضلات بدن. stretch. plant plant یعنی کاشتن، کاشتن گیاه. plant. measure measure حرف اس تو این کلمه به صورت ژ خونده میشه. measure یعنی اندازه گرفتن، اندازه‌گیری کردن. measure. yarn yarn یعنی خمیازه کشیدن. این فعل تو انگلیسی امریکن به صورت یان و تو انگلیسی بریتیش به صورت یون تلفظ میشه. yarn. snore
snore یعنی خور و پف کردن. snore. scream scream جیغ زدن. scream. wave wave یعنی دست تکون دادن یا خداحافظی کردن هم میتونیم بگیم وقتی که همراه با دست تکون دادن خداحافظی میکنیم. wave. whistle whistle حرف T تو این کلمه خونده نمیشه. whistle سوت زدن. whistle. scratch scratch یعنی خاروندن قسمتی از بدن یا خراشیدن چیزی. تو این فعل هم حرف T رو تلفظ نمی کنیم. scratch scratch. lift lift یعنی بلند کردن یا بالا بردن. lift. shake shake یعنی تکون دادن یک وسیله یا به معنی دست دادن هم میتونه باشه. shake hands یعنی دست دادن. shake. carry carry یعنی حمل کردن چیزی. carry. point point یعنی اشاره کردن. point. pack pack یعنی بستن، مثلا بستن چمدون یا جمع کردن لوازم سفر. pack. leak leak یعنی چکه کردن، نشت کردن. leak. drizzle drizzle یعنی نم نم باریدن. وقتی که بارون خیلی آروم و نم نم میباره این فعل رو به کار میبریم. drizzle. erupt erupt یعنی فوران کردن، مثلا فوران کردن آتش فشان. erupt. و آخرین تصویر. stick stick یعنی چسبیدن یا چسبوندن دو یا چند تا چیز به هم. stick. خب چند تا از این 30 تا فعل رو تونستید درست حدس بزنید. حتما تو کامنت ها بنویسید. اگه این سبک ویدیوها رو میپسندید لطفاً لایک کنید و اگه هنوز عضو کانال نشدید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.